اگر اتم ها به صورت غلطی به یکدیگر پیوسته شوند، به جای آنکه مایع حیات باشند، زهر کشنده خواهند شد. سلام دوستان بیننده، با موضوع اثبات وجود خدا به قلم دانشمندان بزرگ جهان در خدمت شما هستیم. آغاز جهان، نقشه و هدف یا تصادف، به قلم فرانک آلن، استاد فیزیک زیستی، دکترا از دانشگاه کرنل، استاد فیزیک زیستی دانشگاه مانیتوبا کانادا، متخصص در رؤیت الوان، مبحث فیزیولوژیکی نور، تهیه هوای مایع و تغییراتی که در انسان یا غده‌ها پیدا می شود، دارنده نشان طلایی از انجمن پادشاهی کانادا. بسیاری کوشیدن این مطلب را آشکار سازند که جهان مادی نیازمند آفریننده‌ای نیست، ولی آنچه در آن شکی نیست این است که جهان وجود دارد. درباره اصل و منشأ آن 4 راه حل را می توان پیش کشید. اول این که علیرغم آنچه که قبلا گفتیم جهان را خواب و خیالی بیش ندانیم. دوم این که خود به خود از عدم برخاسته. سوم این که جهان آغازی نداشته و از ازل بوده. چهارم این که جهان آفریده شده. فرض اول مستلزم قبول این نکته است که اصلاً مسئله برای حل کردن وجود ندارد جز مسئله متافیزیکی ضمیر و خودآگاهی آدمی که آن خود نیز در این حالت وهمی و خواب و خیالی بیش نخواهد بود. مسئله وهمی بودن جهان اخیراً در علم فیزیک به دست سر جیمز جینز در کتاب جهان اسرارآمیز از نو زنده شده و او در آن کتاب مدعی است که جهان از لحاظ مفاهیم فیزیک جدید قابل تصور به صورت مادی نیست و دلیل آن به نظر من این است که جهان تنها به صورت مفهوم ذهنی در آمده. بنا به این گفته ممکن است کسی بگوید که قطارهای راه آهن خیالی ظاهراً پر از مسافران وهمی بر فراز پلهای غیر مادی ساخته شده از مفاهیم ذهنی از روی رودخانه‌های بی‌واقعیت عبور می‌کنند. فرض دوم، یعنی این که جهان ماده و انرژی به خودی خود از عدم برخاسته نیز مانند فرض اول به اندازه بی‌معنی و محال است که به هیچ وجه قابل ملاحظه و اعتنا نیست. فرض سوم یعنی این که جهان از ازل وجود داشته با تصور آفرینش یک جزء مشترک دارد و آن این که ماده بیجان و انرژی آمیخته به آن یا شخص خالق هر دو همیشه وجود داشته است. در هیچ یک از این دو تصور اشکالی که بیش از تصور دیگر باشد دیده نمی شود، ولی قانون ترمودینامیک یعنی حرارت ثابت کرده که جهان پیوسته رو به وضعی روان است که در آن تمام اجسام به درجه حرارت پست مشابهی میرسند و دیگر انرژی قابل مصرفی وجود نخواهد داشت. در آن حالت دیگر زندگی غیر ممکن خواهد بود. اگر جهان آغازی نداشت و از ازل موجود بود، باید پیش از این چنین حالت مرگ و رکود حادث شده باشد. خورشید سوزان و ستارگان و زمین آکنده از زندگی گواه صادق است بر این که آغاز جهان در زمان اتفاق افتاده و لحظه خاصی زمان پیدایش آن بوده، بنابراین نمیتواند جز آفریده باشد. یک علت بزرگ نخستین یا یک خالق ابدی بر همه چیز دانا و توانا ناچار باید باشد که جهان را ساخته باشد. راههای شایستگی زمین برای زندگی به اندازه زیاد است که نمیتوان پیدایش حیات به آن را در نتیجه تصادف دانست. نخست این که زمین کره‌ای است که به آزادی در فضا به حال تعادل است. به گفته سفر ایوب از عهد قدیم، خدا زمین را بر روی هیچ آویخته است و بر گرد محور خود حرکت دورانی روزانه دارد که از آن شب و روز پیدا می شود و در عین حال حرکت انتقالی سالانه به دور خورشید را نیز انجام می دهد. این حرکت ها سبب پیدا شدن تعادل و ثابت ماندن محور زمین در فضا می شود و چون تمایل محور قطبین نسبت به سطح حرکت انتقالی یعنی دایره البروج حدود 23 درجه با آن حرکات ضمیمه می شود، نتیجه آن است که فصول سال نظمی پیدا می کند و سطح قابل سکونت زمین مضاعف می شود و بیش از آن که بر کره ثابتی امکان وجود زندگی گیاهی باشد، بر این کره گردان حیات نباتی تنوع و توسعه پیدا می کند. دوم این که جوی که از گازهای نگاهبان زندگی در سطح زمین تشکیل شده آن اندازه ضخامت یعنی در حدود 800 کیلومتر و غلظت دارد که بتواند همچون زرهی زمین را از شر مجموعه مرگبار 20 میلیون سنگ‌های آسمانی در روز که با سرعتی در حدود 50 کیلومتر بر ثانیه در آن برخورد می‌کنند در امان نگاه دارد. جو زمین علاوه بر کارهای دیگری که دارد، درجه حرارت را بر سطح زمین در حدود
حدود شایسته برای زندگی نگاه می‌دارد و نیز ذخیره بسیار لازم آب و بخار آب را از اقیانوس‌ها به خشکی‌ها انتقال می‌دهد که اگر چنین نبود همه قاره‌ها به صورت کویرهای خشک غیر قابل زیستی در می‌آمد. به این ترتیب باید گفت که اقیانوس‌ها و جو زمین عنوان چرخ لنگری برای زمین دارد. 4 خاصیت قابل توجه آب است که زندگی در اقیانوس‌ها و دریاها و رودخانه‌ها را در زمستان‌های دراز از خطر زوال حفظ می‌کند. 1. خاصیت جذب اکسیژن آن به مقدار زیاد در درجات پست حرارت. دوم اینکه بزرگترین وزن مخصوص آن در 4 درجه بالای درجه حرارت یخ بستن است و به همین جهت آب عمق دریاچه‌ها و رودخانه‌ها به حال مایع می‌ماند. 3. کمتر بودن وزن مخصوص یخ از آب که به آن سبب یخ در سطح آب قرار می گیرد و فرو نمی رود. 4. این خاصیت که چون آب منجمد شود مقادیر زیادی حرارت از خود پس می دهد. خشکی ها زمینه استواری برای موجوداتی هستند که بر آنها به سر می برند. خاک در خود مواد معدنی خاصی دارد که گیاه آنها را جذب می کند و به صورت خوراک‌های مورد نیاز جانوران در می آورد. وجود فلزات در نزدیکی سطح زمین سبب شده که هنرهای گوناگونی که تمدن از آنها ساخته می شود امکان پذیر باشد. بدون شک اشعیای نبی در آنجا که از خدا سخن رانده و چنین گفته زمین را عبث نیافریده آن را چنان آفریده که قابل سکونت باشد حق سخن را ادا کرده است. از کوچکی زمین نسبت به فضا غالباً به صورت تحقیرآمیز یاد شده. اگر زمین به کوچکی ماه و قطر آن 1/4 قطر کنونی آن بود، نیروی جاذبه 1/6 جاذبه زمین دیگر برای نگاه داشتن آبها و هوا بر روی آن کفایت نمی کرد و درجه حرارت به صورت کشنده‌ای بالا می رفت. به عکس اگر قطر آن 2 برابر قطر کنونی می بود، سطح زمین 4 برابر سطح فعلی و نیروی جاذبه 2 برابر نیروی کنونی می شد و ارتفاع جو به شکل خطرناکی تغییر پیدا می کرد و فشار هوا از 1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع به 2 کیلوگرم بالا می رفت و همه این عوامل عکس العمل شدیدی بر روی زندگی می داشت. نواحی زمستانی بسیار زیادتر می شد و جاهای قابل سکونت به صورت قابل ملاحظه کاهش پیدا می کرد. نقاط اجتماع مردم از یکدیگر دور و وسایل ارتباطی بسیار دشوار یا تقریبا غیر ممکن می شد. اگر زمین ما به بزرگی خورشید بود، چگالی یعنی وزن مخصوص خود را حفظ می کرد. نیروی جاذبه 150 برابر می شد و ارتفاع جو به حدود 10 کیلومتر تنزل می کرد و بخار شدن آب غیر ممکن می شد و فشار هوا تقریبا به 150 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می رسید. یک جانور 1 کیلوگرمی 150 کیلوگرم وزن پیدا می کرد و اندام آدمی به کوچگی اندام سنجاب می شد. زندگی عقلی برای چنان موجوداتی دیگر امکان پذیر نبود. اگر فاصله زمین تا خورشید 2 برابر مدار کنونی آن بود، حرارتی که از خورشید به آن می رسید به ربع حرارت کنونی تنزل می کرد و سرعت حرکت بر مدار آن نصف می شد و طول مدت زمستان 2 برابر می گردید و بنابراین همه موجودات زنده یخ می بستند. اگر فاصله تا خورشید نصف می شد، گرما 4 برابر و سرعت مداری 2 برابر و طول مدت فصول نصف می شد. اگر تغییر فصلی امکان داشت و زمین به اندازه سوزان می شد که حیات بر آن نمی توانست برقرار بماند. زمین از لحاظ بزرگی و کوچکی و دوری و نزدیکی نسبت به خورشید و از حیث سرعتی که بر روی مدار خود دارد چنان به آیین است که می تواند مرکز حیات باشد و نوع بشر همان گونه که اکنون مشاهده می شود به زندگی جسمی و عقلی و روحی خود ادامه دهد. اگر در آغاز زندگی نقشه‌ای در کار نبود، موجودات زنده ناچار بایستی بنا به تصادف پیدا شده باشند. اکنون تصادف یا چنان که اصطلاح شده است احتمال نظریه ریاضی تکامل یافته است که بر آن دسته از موضوعات معرفت تطبیق می شود که در آن طرف حدود یقین مطلق قرار دارد. این نظریه محکم ترین اصولی را در اختیار ما می‌گذارد که به وسیله آنها می‌توانیم حقیقت را از خطا تشخیص دهیم و حدود امکان حدوث هر شکل خاصی از حوادث را حساب کنیم. پروتئین ها جزء اصلی همه یافته های زنده را تشکیل می‌دهند و عبارتند از 5 عنصر کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد که شاید در مولکول سنگین وزن آنها 40,000 اتم وجود داشته باشد.
چون 94 عنصر شیمیایی در طبیعت موجود است که همه بدون نظم و اتفاقی توزیع شده است. اندازه تصادف و احتمال کنار هم قرار گرفتن آن 5 عنصر برای ساختن مولکول‌های پروتئین و مقدار ماده‌ای که بایستی پیوسته در حال مخلوط شدن باشد و طول مدت زمانی که برای صورت گرفتن این ترکیب لازم می شود همه قابل محاسبه است. یک ریاضیدان سوئیسی به نام شارل اوژنگوی این حساب را کرده و حد احتمال را 1 نسبت به 10 به توان 16 پیدا کرده، یعنی در هر 10 به توان 16 ترکیبی که ممکن است صورت گیرد و این عدد به اندازه‌ای بزرگ است که با کلمات نمیتوان آن را حساب نمود. تنها یک بار احتمال آن هست که ترکیبی مانند ترکیب پروتئین از آن مخلوط بی ترتیب حاصل شود. مقداری از مواد که ممکن است در نتیجه زیر رو شدن آنها در کنار یکدیگر یک مولکول پروتئین ساخته شود، مطابق حساب او میلیون ها بار بیش از همه ماده‌ای است که سراسر جهان را تشکیل می‌دهد. برای آنکه حادثه‌ای در سطح زمین صورت پذیر شود تقریباً بیلیون های تمام نشدنی سال، یعنی 10 به توان 243 سال وقت لازم است. پروتئین ها از مواد زنجیره‌ای موسوم به اسیدهای آمینه ساخته شده‌اند. این که زنجیر ترکیبی اتم های این مواد چگونه به یکدیگر پیوسته خود مطلب بسیار جالب توجهی است. اگر اتم ها به صورت غلطی به یکدیگر پیوسته شوند، به جای آنکه مایع حیات باشند زهر کشنده خواهند شد. پروفسور جی بی لیتز انگلیسی حساب کرده که زنجیر یک پروتئین ساده ممکن است به 10 به توان 48 شکل مختلف تشکیل شود. غیر ممکن است که با احتمال به این ناچیزی تنها تصادف سبب آن باشد که مولکولی از پروتئین ساخته شود. تازه پروتئین ماده شیمیایی بیجانی است و چون گوهر اسرارآمیز زندگی به آن درآمیزد زنده می شود. فقط عقل بیپایان یعنی ذات خداوند است که می توانسته است بداند چون این مولکولی قابل پذیرفتن حیات است و توانسته است آن را بسازد و به آن زندگی ببخشد. هر کجا هستید موفق باشید و السلام.